سالی کی هست؟ شب 31 دکبر پیغمبر شما تولد شده بود که خواب نرفته این شب تا ساعت 12 شده. محمد ابن عبدالله تولد شده بود. یا نه که شما سالی تولد پیغمبرتان نمیدانه، اما سالی تولد عیسی را از اروپایی‌ها زاهد شما جشن گرفتی ساده. شرمنده های بی ناموس و بی غیره. شما مسیحی ها، شما اروپایی ها، یهودی ها پیغمبر شما رو جشن بگیرن سال تولد شد. شما باشه خانه به خانه کدام در خانه یاوگه کرده باشه زناتان طلاق شدگن از سر نو کلمه عرض کرده مسلمان شده ملا بیاره نکاح کنه و الا باز بگیم زندگی تا حرام است. در که همه فتواها ده بنابر کسانی که در خانه هاشان یاوگه میکنن اگر نادانسته کرده باشن خوب در پیشگاه خدا شاید یک عذر داشته باشن. البته که نادانی در اسلام عذر نیست، لیکن بعد از شنیدن با یاوگه کنند، اگر هوای حلال دانند، اگر از همون یاوگه تبرک جویند از دین خارج میشوند. قومای عزیز این کار میکنه. شما را خدا مسلمان آفریده است. او یاوگه اگر عمر دراز میکرد، او یاوگه اگر حیات سبز خرم میکرد مسیحی ها را میکرد تا چی در باطلاقی بد اخلاقی اوتی در اختی سازیند. بنابراین این کار نکنه که این حرام است. نیست من خوفی آن دارم که کننده این کار از ایمان خارج می شود. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم می فرمایند من تشبه بقوم فهو منهم، کسی خوش به یک قوم مانند میکنانه او هم از همون طایفه حساب می شود. برای چی قومای عزیز مسیحی ها یا یهودی ها عید رمضان و قربان شما را پیشواز نمیگیرند؟ برای چی اونها موسم حج شما را پیشواز نمیگیرند؟ اما ما تا مسلمان ها باشیم همه عیدای مسیحی ها را پیشواز میگیریم. از سال نو سر کرده به 8 مارس سر کرده به 1 می سر کرده همش پیشواز میگیریم. این نشانی مغلوب شدن ما در نزد اونها. حضرت علامه اقبال میگوید که پشت بازم تختی کیکاووس را سرگیره از دست بده ناموس را. حالا که باید به ما این چی ندادیم، هر چیزی که داشتیم اونها گرفتن. اما این روز بخواهند دین ما نمگیرن، عادتهای عرف و عادتهای خشن بالای ما دوبار کرستادیم بزود. حضرت علامه میگوید که برای خاطر دین و ایمان و پادشاهی هم که به شما تیر دشمنای خدا قبول نکنه پشت پا دونه، اما ایمان تان از دست نتیدن. بنابر پدرای عزیز نگذاره دختران یا بچه ها در خانه این کار کنن. از دست روی یاوگه والله هیچی نمیبیاد. این مصیبت ایستد با دست روی یاوگه تا ساعت 12 میشینند با پیشوند شمپان و قبرستان و گورستان میمونند. برای نماز گفتن تا ساعت 8 موسیقیدار ما تازه میشن اذان بود، بعدش همین شام خود 4 رکعت ناگذاشته تکبیر گفتن خانه. اما تا ساعت 12 زنگی مسکا برآمده میشینند در گرد یاوگه. گویا که عیسی آمد و این همشه در آن سرش دست ما روی. بنابراین کارا نکنید تا حرام هستیم. این ملت فروشی است، این دین فروشی است، این دور شدن از اسلام هستیم. نکنید تا پدرای عزیز پیشو که از این ببراید خدا نفهمیدیم مومن پسان با پیشگاه خدا میری که خاطر جنت دین است و ایمان